یاران به کف پیاله و در دل غبار چیست؟ امروز هم گذشت غمی روزگار چیست؟ آخر دیگر چه حاجتی پند و نصیحت است؟ هر دم غنیمت است، آدم غنیمت است. یاران بهاری عاشقی با گلفشان گذشت، دریای دل ز ساحل سود و زیان گذشت. این دل که رنج می کشد تا کی سلامت است؟ هر دم غنیمت است، آدم غنیمت است. یاران سری عزیز فدای سری کنید، در هر در ترنم شعری دری کنید. شعر و سرود شعله‌ای دردی محبت است، هر دم غنیمت است، آدم غنیمت است. مؤلف این بیت ها شاعر زنده‌یاد، عاشق حیات و زندگی لایق شیرالی سنه 20 می سال 1941 در ده مزار شریف ناحیه پنجکنت تاجیکستان تولد شده است. شعرهای این ابرمرد بزرگ آهنگ وطن دوستی و میهن پروری، افتخار ملی، مهر و محبت، آدم و آدمگری و فضیلت‌های نیک انسانی داشته سراپا سرشار سبق‌های زندگی است. سنه 20 می بخشیده به زادروز شاعران ابدزنده خلق تاجیک مومن قناعت و لایق شیرالی در مرکز اخبار کتابخانه به نام پوشکین ولایت سمرقند چاره‌بینی فرهنگی بزرگداشت اهل ادب صدرالدین عینی مومن قناعت و لایق شیرالی زیر عنوان شعر نو از عینی تا به لایق دایر گردید. بزرگان را بزرگان زنده دارند میگویند. این انسان ها چنین بزرگوارانند که یاد نکردنشان گناه است. به یاد نآوردن و دربارهشان برای آیندگان یک معلومات ندادن، درباره آثارشان، ایجادشان سخنی نگفتن خود یک امر ناصواب می بود. خدمت‌های بزرگی این سه تن از نمایندگان ادبیات تاجیک تمام دنیاییان به هیچ یک مبالغه برخوردارند، خبر دارند. بازار صابر می‌فرمایند عمر عینی از برای خلق صرف خامه شد، خلق ما را دفتر عینی شهادت نامه شد. خود همین یک بیت برای عینی شناسی کفایه است. خدمت بزرگی مومن قناعت، یک نفر شاعر توانا، سالهای دراز پس از میرزا ترسونزاده اتفاق نویسندگان تاجیکستان را سروری نمودند. داستان سرای بسیار هم محبوب هم هستند. برادری به جان و دل برابرم، همین مصرع به فکرم برای تمام خلق شناس است. شاعری که مادر را پس از ایرج میرزا به یک قله بلند برآورده است. استاد لایق امروز جشن دارد. من از پدرم، پسرم از من بود داناتر، این زینه رسد تا ابد بالاتر میگویند. یا خودی لایق میگه تا چند تو با گذشتگان مینازی، با رودکی و به حافظی شیرازی، وقت از سر منبر آزادی سخن خیام دیگر حافظی دیگر سازی. وقتی رسیده است که بزرگانمان را احیا نموده، نام آنها را احیا نموده، برای منبعدگان، برای آنهایی که خط و سوادی ادبی دارند امروز بگذار در میدانها، در محفلها جمع آورده، از آنها نیز لایق و حافظ و لایق و مومن قناعت و ترسونزاده و استاد عینی ها را آفرین. در تدبیر اهل علم و ادبی سمرقند، فعالان جماعتی، استادان و دانشجویان دانشگاه دولتی سمرقند، آموزگاران و دانش آموزان مکتب‌های همگانی، خادمان وسایط اخبار عمومی و هواداران شعر و ادب اشتراک نمودند. ناطقان تدبیر ابراز داشتند که سمرقند مکان سرملت‌ترین دیار ما بوده، نمایندگان ملت‌های گوناگون اهلانه و دوستانه امور به سر میبرند، زبان و ادبیات، مدنیت و معرفت همدیگر را حرمت میکنند. این عنعنه در بین اهل علم و ادب نیز زیر شعار دوستی ادبی دوستی ابدی حکمران است. این بود که سال 2019 زیاده از 120 شعر لایق از جانب شاعر عادل اکرام با زبان ازبکی ترجمه گردیده در شکل کتابچه نشر شده بود. در تدبیر حافظ معروف سمرقندی حضرت قل همراقلوف چند عدد سرودهای را که به شعر عینی مومن قناعت و لایق شیرالی آهنگ بسته شده بود سراییده خاطر حاضرین را شاد نمود.
روی چشم و اب روی دهانت دیل کشد قد بس تو غبغبو خالی لبانت دیل کشد شکل اب رویت کمان اما کمانت جهان فزاست تارمیت گانت سنان اما سنانت دیل کشد دانش آموزان مکتب همگانی رقم 18 ناحیه سمرقند نیز چند سرود با اشعار این شاعران زنده‌یاد اجرا کردند. زیرویت نور میبارد و روی زندگانیم سرودی آخرینی من توی مادر سرودی آخرینی من توی مادر در دامنی بهار اندر دهی مزار گلغنچه‌ای تره پاکیزه گوهره با ابروانی سبز با آرمانی سبز بیرون ز خانه شد مکتب روانه شد یادش بخیر باد آن عشق کودکی آن عشق گم شده چون شعر رودکی می رفتم از برش بگرفته دفترش چشمم گرفته بود چرکا کلی ترش روحی بهار بود روی بهاریش نامش خمار بود بودم خماریش یادش بخیر باد آن عشق کودکی آن عشق گم شده چون شعر رودکی دانشجویان فاکولته فیلولوژی دانشگاه دولتی سمرقند از اشعار شاعران شیرین کلام نمونه‌ها قرائت نمودند. از داستان موج‌های دینپر مومن قناعت. موج در صحرا. موج را آیا به صحرا دیده‌ای؟ شرفه آن را مگر بشنیده‌ای؟ دیده‌ای اقیانوسی بی آب را، موج‌های خشک نیلی تاب را؟ من چنین بحر عجیب را دیدم، در سر هر موج دیل ورزیدم. بودیم بحر کبود بیکنار در کنار اوکراین نامدار. موج قلزم موج گندم بودان، رزق مردم نان مردم بودان. میشناسم بوی آن، بوی شیرین بوی دیرین بوی نان. من ز خوردی بهره از آن بردم، در بدخشان از همین نان خوردم. به صفت معلومات گفتن جایز است که تدبیر مذکور با تشبث و همکاری دانشگاه دولتی سمرقند، روزنامه ولایتی آواز سمرقند، مرکز ملی فرهنگی تاجیک و تاجیک زبانان ولایت سمرقند، اکادمی علوم تهران، شعبه ولایتی اتفاق نویسندگان ازبکستان تشکیل کرده شد. از فرقت تو ناله و افغان نکنم می فریادی در دل غمی هیران نکنم از فرقت تو ناله و افغان نکنم فریادی در دل غمی هیران نکنم شب شاقی دستی غم دفتاد بسینه شب شاقی دستی غم دفتاد بسینه یک بوسه از آن چاک گیره بان نکنم